یکی از نکاتی که وجود داره یا یکی از اندیکاسیونایی که وجود داره برای عمل بلفاروپلاستی الزاما همیشه به معنی این نیست که شما پف پشت پلک داشته باشید. یکی از مواردی که وجود داره عدم تقارن بین دوتا پلک. شما نگاه بکنید شما خانم جوانه، خیلی هم پف پشت پلک قابل توجهی نداره، اما یه نکته خیلی قابل توجه داره که به لحاظ زیبایی اذیتشون میکرد و ما براشون عمل رو انجام دادیم. این عدم تقارنه. اون چیزی که در واقع خیلی حائز اهمیته در مورد این مریض است، این سیمتریک کردن، یعنی همسانسازی، یکسانسازی اون عدم تقارنه بسیار بسیار کار ظریفیه و این ظرافت دیگه باید در نهایت خودش انجام بشه که شما بتونی این نتیجه رو در واقع از عملت بگیری. یعنی فرد مراجعه میکنه، نگاه میکنی، میبینی نه خیلی مثل این عکس ایشون پف یا همون اصطلاح در واقع پف پشت پلک یا چربی پشت پلک قابل توجهی نداره. اون نکته اصلی که وجود داره یه عدم تقارن خیلی قابل توجه داره. این عدم تقارن رو سیمتریک کردن و متقارن کردن بسیار ظرافت لازم داره، خیلی دقت لازم داره. اون اندازه‌گیری‌های پیش از عمل خیلی توش حائز اهمیته که بتونیم یه نتیجه خوبی رو بگیریم.